پارلمانی تاجیکستان سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجاریستان را به تصویب رساند. این نخستین سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و کشورهای اتحاد اروپا است. دلشاد طلبکزاده معاون دادستان کلی تاجیکستان ضمن معرفی طرح سازشنامه هدف آن را تقویت همکاری در بخش استرداد طرفین جنایتکاران و افراد در تعقیب قرار داشته عنوان کرد. غیر از این شرطنامه نامبرده با مقصد مبارزه بر ضد جنایتکاری در سطح ترانسملی به جنایتکاران ندادن امکانیت از جوابگری دور ماندن به طور دخلدار تامین کردن حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان آماده و به امضا رسانیده شده است. به قول دلشاد طلبکزاده تصویب سازشنامه استرداد میان تاجیکستان و مجاریستان پیامد منفی سیاسی و یا اجتماعی ندارد. همزمان باید قید نمود که طبق شرطنامه استرداد به عمل برآورده نمی شود اگر طرف درخواست شونده جنایت را همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد همچون جنایت سیاسی اعتراف کند یا برای گمانی از جانب درخواست کننده با مقصد تعقیب برای نژاد، مذهب، ملت یا عقیده سیاسی درخواست کردن استرداد اساسی کافی داشته باشد. هرچند وکیلان پارلمان تاجیکستان هدف از تصویب سازشنامه استرداد با مجاریستان را فشار به مخالفان حکومت نمیدانند، اما کارشناسان نظری دیگر دارند. به قول عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی، تاجیکستان با به دست آوردن سازشنامه استرداد با مجاریستان هدف فشار آوردن به مخالفان سیاسی حکومت را دارد، ولی میگوید قانونهای اتحاد اروپا به مجاریستان امکان نمیدهند که این کار را انجام دهد. قانونهایی که از جانب خود اتحاد اروپا قبول کرده میشد اونها نسبت به قانونهای داخلی کشورها ولایت دارند و به این خاطر گمان نکنند که مجاریستان تواند به رضایت ساختارهای عمومی اروپایی این کار را کند. پارلمانی تاجیکستان همچنین در این جلسه خود سازشنامه‌ای به یکدیگر سپاریدن محکوم شدگان با مجاریستان را تصویب کرد. حالا تاجیکستان و مجاریستان در کشورهای همدیگر محبوسان ندارند.